بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام به رهبر کبیر انقلاب و با سلام به تمامی شهدای اسلام از صدر تا کنون. همونطور که میدونید و گفتن، من یکی از برادرم شهید شده و من یکی از برادر شهدا هستم. ما با داداشیم با برادرم بودیم و می‌خواستیم مقابل 2 تانک وایسیم. برادرم یه دونه از تانک‌ها را زد و من رفتم در داخل سنگر که بهش موشک آرپیسی بدم. در همون لحظه یکی از تانک‌های مزدوران عراقی به سوی داداشیم شلیک کرد و برادرم را به راه هوا پرتاب کرد. در همین حین که داشتم میرفتم دیدم جنازه برادرم افتاده رو زمین و تیکه پاره شده و هیچ اثری ازش نیست، یعنی به طور کلی تیکه پاره شده است. و همونطور که مشاهده میکنید مو سرش هستیم، یا این جمجمش است و این زنجیر و پلاکش است و این پیشونی بندش است. ببینید این مزدوران عراقی چه به سر ما میارن، بر سر ملتی مظلوم مثل ما. خدایا تو میدونی که ما برای تو اومدیم و در راهی تو داریم میجنگیم. به حق اسمت خدایا ریشه این صدام و صدامیانو بکن. و با عرض سلام به پدر و مادر عزیزم. پدر و مادر عزیزم، بدانید اگر برادرم نیست من هستم و اگر من نیستم برادرم مجید هست و انشاءالله تا که اون بزرگ شد برادرم راه من و داداشیم و انشاءالله برادرم را انشاءالله ادامه باید بدم. نه وقتی وضعیت مشخص شد مطمئن شهاب الله بخش. بله تا که داشت شوفیر شدم فرستادی همه کارش شد. شهاب الله بخش. نظامی رو اجازه میگه، یعنی الان فرمانده داره بهتون میگه نه اگه بیای اومدن تو اینجا خلاص. شهاب الله بخش. شما برو دنبال کاری داشتی ببین چیز نکنه روحیت واقعا خوبه اما این جریان مشخص بکن. اون اقلی هم که بغلش شهید شده سیما عربه فروزنه نحسی مشخص بکن کچته واه که باشه سعادتشون که رفتن. بله وظیفه خودشون انجام بدن. حالا شما فعلا باید وظیفه شما حالا فعلا این است که این مشخص بکنید که واقعا خدا خیلی دوستش می‌داشت. نماز شب این داداشمون ترک نمی‌شد، هر شب بلند می‌شد. اینا رو چرا نگفتی وقتی باید مصطفی کردن؟ اینا رو میگفتیم. واقعا مظلوم بود. مثلا شب زمان نگهبانی میداد به بچه‌ها که مثلا نه از این داداشیم بفهمن شهاب الله بخش. داداشیم خوابش میاد اینا چیکار کرد زمان نگهبانی. چه گفتم اینا سریع برسین انتقالات دشمنون داره زیاده است. خیلی خوبه. بله 20 سالش بابام خیلی آرزو برای داشت. این هفته که مال امروز شده ببین اگر رفتی تحلیل شهدا اینا تحویل بده با دستت نباشه دا خیلی چیز بکنی. همینطوره میذارم باید حتما بده توی پلاستیک بده تعاون خودت وایسه بالا سرش اسم و رسم و آدرس همه چیزش بنویسن ولی همینم گم میشه. شماره پلاکش هم میخواد؟ آره بده. شماره پلاکش آره بده. به خود کاری کنم. ببخشید خدا حافظ. نه بیان ای تک تمام جاده